چی شده بابا؟ دکتر گفت که راه نری، برات بده. خدا دست شما ها. خیالن قرص تو بخور. بچه کم آب بیاری. سب کن الان براش آب میارم. بیا دنبالم. تو پاتوق منصرتم. چیز خاصی نیست، خودتو ناراحت نکن. مادرم تو رو خدا اینقدر گریه نکن، خودتو از بین میبری. یه راهی بالاخره پیدا میکنی. فردا میرم دنبال وامی چیزی یکی وام میدم به تو. مگه تو کارمندی بشینیم تو وام بگیری اون موقع پدرمون دست بره؟ بابا ول کن. دنبال وام میرم ولی دنبال خلاف نمیرم. من مثل تو ترسو نیستم، نمیشینم دست رو دست بذارم که حسرت سلامتی پدرمو بخورم. ببین اون پدر منم هست، منم دوست دارم سالم بشه، دوست دارم پول عملشو جور کنم، ولی از راه درست. باباتون مریضه، تو رو خدا اینقدر دعوا نکنی. آقا مهرزاد حداقل ما مثل شما شعار نمیدیم، عمل میکنیم. تو اصلا میدونی فقر یعنی چی؟ حداقل مثل تو عشقمو نمیکشم تو خلاف، هلش بدم تو بدبختی و دردسر.